سلام ماتوس هستم و به ادامه داستان مریم اومدم. خب پدر مادر من میگم که خیلی آدمای سنتی بودن و میگفتن دوست پسر دوست دختر داشتن مثلا کاملا این چیز غیر عادیه و برادر من از من 5 سال کوچیک‌تر بود. فاصله سنیمون زیاد بود. من 18 ساله بودم، اون 13 ساله بود و همچنان میگم چون خیلی آدمای سنتی بودن و خیلی قدیمی فکر میکردن که خب دختر به هیچ وجه نباید این کار رو بکنه و فکر میکنم که به نظرشون پسر میتونست دوست دختر داشته باشه، دخترشون نمیتونست دوست پسر داشته باشه. پدرم متوجه شد که من دوست پسر دارم و منو زندانی کرد و نمیذاشت از خونه برم بیرون و از یه طرف خب دوست تلفن نمیتونستم بزنم. همه چی انگار مثلا یه جوری بود که خب من تو زندان بودم. دوست پسر من در جریان بود که برنامه چیه، یعنی اگر من پدر مادرم متوجه بشن این اتفاق میفته و بهش گفته بودم که بابام احتمالاً شک کرده چون خیلی رفتاراش عوض شده و وقتی من دیگه نمیتونستم بیام بیرون، نمیتونستم تلفن خونه رو جواب بدم، نه هیچی، متوجه شده بود که یه داستانی پیش اومده. از من 3 سال بزرگتر بود و مغازه داشت و وضعیت مالیش خوب بود. برای همین اومد خواستگاری من. یعنی فکر کنید مثلا ما یه مدت کوتاهی بود با هم دیگه حرف می‌زدیم، 5-6 ماه بود. من میشناختمش یکم ولی اونقدر نه. خب واقعا 6 ماه تو پای خانواده سنتی که من حتی زیاد نمیتونستم برم بیرون اونقدر نبود برای شناخت. ولی پیش خودم گفتم که از زندان در میام، میرم با یکی زندگی میکنم که دوستم داره. پدر مادرم هم واقعیت اینه که خب به این نگاه کردن که وضعیت مالیش خوبه، سر کار میره، سر به قول معروف دستش به دهنش میرسه و میتونه از من نگهداری کنه. به این نتیجه رسیدن که اگر من واقعا میخوام باهاش باشم میتونم باشم. بابای من گفتش که نه و من گفتم خب من میخوام با این ازدواج کنم، من دوستش دارم. بابام گفت که اگر رفتی دیگه رفتی، ما دیگه کاری به کارت نداریم، میتونی بیای خونه ما، ولی اینجوری نیستش که مثلا اگر مشکلی داشته باشی فردا روزی بخوای طلاق بگیری. طلاق تو خانواده ما وجود نداره. همونجوری که میبینی من و مامانت با اینکه با هم دیگه خوب نیستیم با هم زندگی میکنیم، طلاق وجود نداره. یعنی تو باید بمونی با این آدم، اگر میخوای باشه ازدواج کنی تمومه، این دیگه همینه. و من گفتم که معلومه که میخوام این کارو بکنم، من ازش خوشم میاد، اون از من خوشش میاد و به این نتیجه رسیدیم که اوکی من میخوام ازدواج کنم با این. یه عروسی واقعا عالی برای من گرفت. یعنی جوری بود که خب خیلی کارا برای من کرد. الان شاید اگر بقیه بشنون که مثلا حالا بقیه عکسای عروسی منو ببینن میگن خب یه چیز عادی بود، ولی برای من تو شرایط یه چیزی بود که خیلی همه چی خوب بود و عروسی خیلی خوبی برای من گرفت. همه چی به نظر من خوب بود و نسبت به اون چیزی که من در نظر داشتم، نسبت به اون سنی که من داشتم، نسبت به خانواده‌ای که من داشتم، به نظر من همه چی خیلی عالی پیش رفت. عروسی خیلی خوب بود. از من هیچی نخواست، خونه زندگیش کامل بود. من فقط در واقع وارد یه زندگی شدم که همه چیش آماده بود.